معیار سنجش یه مهندس دقتشه. دقت تو محاسباتی که گاهی رو سرنوشت آدما تأثیر میذاره. با این معیار شاید ژاوی بهترین مهندس دنیا باشه. او به صورت میانگین هر بازی بیش از 90% پاس صحیح میداد و این کارو برای 2 دهه بدون وقفه تکرار کرد. بعید ساعتهای سوئیسی هم بتونن مثل ژاوی یه کار ثابت رو برای مدت طولانی اینقدر بی‌نقص انجام بدن. ژاوی 4 بار با بارسا قهرمان اروپا شد و بعد رفتنش اونا بدون رهبر خط میانی هنوز نتونستن به قهرمانی اروپا برسن. ژاوی با پاس گلش تو فینال یورو بعد 4 دهه اسپانیا رو به قهرمانی اروپا رسوند و 2 سال بعد گل پیروزی اسپانیا جلوی آلمان رو این بار تو جام جهانی ساخت. Xavi's corner. Puyol with a flying lead. Carlos Puyol scores for Spain. مسی ستاره سالهای طلایی بارسا و ژاوی معمار این دوران بود.